خبرهای اقتصادی امروز 31 август در پیام تیوی. پس از منع صادرات پیاز از تاجیکستان به کشورهای دیگر، نرخ این نوع محصولات 50% ارزان شده است. اگر تا اول ماه август نرخ 1 کیلو پیاز تا 8 سومانی بود، حالا به 3-4 سومانی فروخته می شود. تاجران بر این نظرند که ارزانی نرخ پیاز طول نخواهد کشید. به قول آنها، تا منع صادرات مقدار زیادی پیاز به خارج ارسال شده بود. اگر هر سال 40% حاصل را به بیرون می بردند، امسال آن را به 70% رسانیدند. مقامات تاجیکستان از اول ماه август صادرات پیاز را به خارج منع کردند. در خدمات گمرکی ولایت سوخت گفتند که این امر از طرف حکومت صادر گشت. محصولات کشاورزی تاجیکستان از راه زمینی و توسط ولایت سوخت اکثراً به روسیه برده می شوند. چند پیش سازمان ملل متحد گفت نرخ پیاز که خوراک تاجیکان را به آن تصور کردن محال است، بیشتر به 192% بالا رفته است. در قلمروی منطقه های آزاد اقتصادی تاجیکستان طی 7 ماه اول سال روان با مبلغ 243 میلیون سومانی محصول استحصال شده است. بر اساس آمار رسمی طی ماه ینور ایول سال روان از 5 منطقه آزاد اقتصادی در تاجیکستان تنها در 2 عدد آن استحصالات جای داشته است. در فهرست منطقه های فعال اقتصادی، منطقه های آزاد اقتصادی سوخت و دنغره ذکر شدند. تاکید گردیده است که در منطقه آزاد اقتصادی دنغره 11 سوبیکت به قید گرفته شده با مبلغ 34 میلیون و 400 هزار سومانی محصولات استحصال شده است. منطقه از همه فعال اقتصادی سوخت باقی میماند که 30 سوبیکت در آن به قید گرفته شده است. از این فعلا تنها 13 عدد فعالیت دارند. کارخانه های مذکور در شمال جمهوری طی 7 ماه اول سال روان با مبلغ بیش از 208 میلیون سومانی محصولات تولید کردند که بلندترین نشانداد میان منطقه های آزاد اقتصادی جمهوری می باشد. در مجموع در این منطقه های آزاد اقتصادی تاجیکستان حدود 60 کارخانه به قید گرفته شدند که نه همشان فعالیت دارند. فعلا در تاجیکستان 5 منطقه آزاد اقتصادی اشکاشیم، سوخت، دنغره، پنج و کلاب به قید گرفته شدند. بر اساس آمار رسمی منطقه های آزاد اقتصادی سوخت و دنغره از روی جلب سرمایه و تاسیس کارخانه ها پیشرفت بوده، فعالیت منطقه های دیگر بهبودی می خواهند. نرخ ارز. بانک ملی تاجیکستان به مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان از 31 август مقرر نمود. طبق نشانداد بانک ملی تاجیکستان، ارزش پول روسیه در بازار ارز کشور مثل دیروز 100 روبل 16 سومانی و 60 درم قیمت دارد. حالا در بازار ارز اسعار اروپایی نسبت به دیروز کمی قیمت شده، 100 یورو 1027 سومانی و 69 درم نرخ دارد. اسعار آمریکایی باشد مثل دیروز 100 دلار 1024 سومانی و 92 درم ارزش دارد. نرخ نفت امروز در بازار جهانی نسبت به دیروز یک کمی پایین رفت. نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویلی ماه آینده در بیرژه‌های اینترکانتیننتال اکسچنج و برنت‌گراد فیوچرز لندن 98 دلار و 17 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویلی ماه آینده در بیرژه‌های نیویورک مرکانتال اکسچنج و لایتویت‌گراد اویل نیویورک 92 دلار و 66 سنت معامله شد. با وجود افزایش یکباره نرخ‌ها، تاجیکستان واردات محصولات نفتی را افزایش داد. واردات محصولات نفتی از روی ارزش 80% افزایش یافته و تامین کنندگان بازار نفت تاجیکستان 338 میلیون و 500 هزار دلار ضرر رساند. تامین کننده اساسی محصولات نفتی به تاجیکستان شرکت گازپروم نفت تاجیکستان می باشد که تقریباً نصف حجم عمومی واردات مواد سوخت را تامین می کند. تا 1 اکتبر مقامات صلاحیت‌دار روسیه و تاجیکستان حجم استعمال داخلی تاجیکستان را برای سال آینده موافقه کرده توازن ایندیکاتیوی را امضا می‌کنند. طبق آمار در ماه август به سبب بلند شدن ارزش سوزشواری دیزل گاز مایع، نرخ چکنه سوزشواری و روغن مالیدنی در تاجیکستان 1.3% بالا رفته است. نرخ طلا. قرب طلا در بیرژه‌های لندن صبح امروز نسبت به عصر دیروز کمی پایین رفته 1726 دلار و 8 سنت برای 1 اونس تعیین شد.